به نام خدا. سلام دوستای عزیزم، وقتتون بخیر. امیدوارم که احوالتون خوب باشه. امیر روانپر هستم و در این ویدیوی کوتاه قرار هستش که بررسی وبسایت کیوان گولد رو برای شما داشته باشیم که بتونید با ثبت نام اینجا معاملات روی طلای آب شده رو داشته باشیم که اینجا میتونید هم معاملات سل داشته باشید، هم معاملات بایی داشته باشید. بچه‌ها با لینکی که در اختیارتون دوستان من قرار میدن شما وارد این وبسایت میشید و ثبت نامتون رو اینجا انجام میدید و داراییتون رو هم براتون اینجا نشون میده بعد اینکه شارژ کرد. بچه‌ها اینجا چند تا تب هستن که من باید براتون توضیح بدم این تب ها رو. بچه‌ها گزینه داشبورد، شما وقتی که تشریف آوردید داخل این سایت و ثبت نامتون رو انجام دادید، داشبورد شما همین فیلترهایی هستش که دارید میبینید و شما با مراجعه به تک تک این فیلترها کارهایی که ازتون خواسته رو اونجا انجام میدید. و اینکه بچه‌ها حتما زمانی که دارید ثبت نام میکنید حتما با کارت ملی خودتون باشه و تمام داده های کارت ملی رو درست و کاملا صحیح وارد بکنید و از وارد کردن حالا اسم مستعار یا هر چیز دیگه ای خودداری بکنید. بچه‌ها بعد از اینکه این کارتون تمام شد و ثبت نامتون تمام شد و احراز هویتتون رو کردید و ثبت نامش بسیار راحت هستش و شما فقط یک شماره موبایل وارد میکنید و براتون یک کد میاد، کد رو وارد میکنید، وارد یک بخش دیگه میشه که پسورد انتخاب میکنید برای ورود خودتون و بعد از اون هم شما ازتون کارت ملی میخواد که با فرستادن کارت ملی یا شناسنامه میتونید احراز هویتتون رو انجام بدید. بعد از اینکه احراز هویتتون انجام شد این قسمت برای شما باز میشه که مثلا اولین فیلدش معاملات در جریان هستش. الان ببینید من معاملات در جریان و بازار که الان باز هستش، مزنه طلا این عدد هست بچه‌ها. این عدد جهانی هستش، طلای آب شده جهانی هستش که روی 11 مایه 638 هست. من اگر بخواید خرید و فروش بکنید اینجا هم فروش هست هم خرید هستش که شما اینجا باید واحد رو وارد بکنید. مثلا من یک واحد یا دو واحد رو میخوام خرید بکنم، حالا سل یا بایش رو باید نسبت به نموداری که پایین هستش باید بسنجید که الان کدوم یکی از این طرف مساعد هستش برای معامله کردن، بای هستش یا سل هستش. قیمت رو هم قیمت لحظه اینجا هست، هم دست خودتون میتونید وارد بکنید و میتونید اینجا روی این عدد کلیک بکنید، قیمت براتون میاد. حد سود و حد ضرر رو هم اینجا میتونید وارد بکنید و دیگه خیالتون راحت باشه که مثلا می خدای نکرده کال مارجین نمیشید. و اینجا گزینه فروش یا خرید رو میتونید بزنید که الان اگر توی لفظ های من شما اوردر گذاشته باشید اینجا براتون نشون داده میشه، روی لفظ هست. اینجا قسمت اوردر رو اگر بزنید اینجا میتونید همین لفظی که اینجا نوشته عددی که شما خودتون دوست دارید به اون عدد برسه براتون خرید یا فروش انجام بده میشه لفظ شما. حالا من روی همون لفظ یا همون مارکت خودمون هست معاملات بازی که الان من دارم، یه معامله باز من دارم الان اینجا دارید میبینید که روی عدد 11673 ورود کردم. معامله من فروش بوده، یک واحد وارد شدم و الان 874,000 تومان با یک واحد توی سود هستم و اینجا هم معاملات بسته شده رو نشون میده که الان من فعلا معاملم باز هستش و نمیخوام فعلا ببندمش. و اینجا هم میتونید ببینید که حد سود یا ضرری که اینجا گذاشته بودید هم اینجا کاملا مشخص هست. بچه‌ها پایین اگر دقت بکنید یه گزینه نمودار داره، شما اگر این نمودار رو بزنید میتونید قیمت لحظه اونس جهانی طلا و آب شده جهانی رو هم اینجا داشته باشید و حالا بتونید تحلیلتون رو انجام بدید که عذر میخوام یه چند لحظه ویدیو قطع شد، تلفن من زنگ خورد. و اینجا میتونید حالا نسبت به اون تحلیلی که دارید وارد معامله بایی یا سل بشید. تایم فریم ها رو هم اینجا دارید، میتونید با
انتخاب تایم فریم مناسب شما تحلیلتون رو انجام بدید. بچه فقط یه خورده این وبسایت چون جدید هستش یک مقدار دیلی داره و لگ داره. حالا با اینترنت بهتری اگر داشته باشید فکر کنم کار رو بهتر براتون در بیاره. و اینجا هم تب پایین هم داشبورد هست، هم نمودار و معاملات. اگر روی معاملات کلیک بکنید برمیگردیم به صفحه معاملات که الان من 805,000 تومان توی یک واحد فروش داخل سود هستم. بچه‌ها برگردیم به قسمت داشبورد و این فیلد زرد رنگی که دارید میبینید که یک نوشته هایی روش هست، این حتما به اینجا دقت بکنید که اینجا اگر قرار باشه وبسایت تعطیل باشه، چون به خاطر نوسان زیادی که این طلای آب شده داره خیلی موقعات پیش میاد که این وبسایت تعطیل میشه و معاملاتمون رو نمیتونیم انجام بدیم و توی این کادر زرد رنگ براتون کامل مینویسه که اگر حالا تعطیلی هست فردا اینجا خبر داده میشه. و اگر حالا من میخوام بهتر نشونتون بدم، این قسمت رو دارم میگم توی این کادر زردی که در حال نوشتن و رد شدن هستش. عرضم به حضورتون که حالا بخوام تب بعدی رو ببینیم، اطلاعات شخصی هستش که شما با زدن این گزینه اطلاعات شخصی که وارد کردید رو میتونید ببینید. و حالا چون من اطلاعات من شخصی هستش و این قسمت رو به صورت شطرنجی در میارم که حالا مشخص نباشه و اینجا اگر دقت بکنید با یک فیلد با یک خط قرمز رنگ اینجا نوشته که احراز هویت شما تمام مراحلش انجام شده و شما احراز هویت کامل شدید. به این گزینه ها دقت بکنید و همون مشخصی که روی کارت ملی هست حتما باید داده باشه. بس تنظیمات سیستم هم اینجا به این شکل هستش که شما میتونید با گذاشتن این دوتا تیک به صورت فارسی هم هست و میتونید کاملا شخصی سازی بکنید این جریان رو. حالا من این تیک ها رو برمیدارم که نمیخوام حالا باشن و این کیف پولتون هست. شما میتونید واریز برداشت رو اینجا به تومن انجام بدید که با زدن واریز وجه شما عدد رو به تومن اینجا مثلا حالا 10 میلیون میخواید وارد بکنید. حالا کارت به کارت داره، درگاه هم داره. واریز وجه رو اگر بزنید شما رو به درگاه پرداخت هدایت میکنه و اونجا میتونید واریز انجام بدید و برداشت هم دقیقاً به همین صورت از حساب بانکیتون که در قسمت حساب ها حالا بهش میرسیم معرفی میکنه. اینجا میتونید برداشت رو انجام بدید. فیلد پیام پشتیبانی هم که به صورت آنلاین هست و میتونید تیکت بفرستید براشون و باشون در ارتباط باشید. بچه پورتفو هم اینجوری هستش که شما هر تراکنشی داشته باشید توی این وبسایت اینجا میتونه براتون کاملا مشخص هست. همه معاملاتتون و همه سود و ضررهایی که شما اینجا انجام دادید اینجا توی پورتفو مشخص هست. تراکنش هم اینجا هستش که شما هر مقدار تراکنش یا واریز و برداشت اگر داشته باشید اینجا میتونید کاملا ببینید که چقدر واریز شده و چقدر برداشت شده. الان مثلا اینجا 36 میلیون تومان من برداشت کردم، 40 میلیون تومان واریز کردم و 36 میلیون تومان برداشت کردم. اینها همش برای آموزش بود. و حالا فیلد بعدی رو اگر من بخوام خدمتتون معرفی بکنم، کیف طلایی هست که بچه‌ها فعلا به کیف طلایی فعلا نمیپردازیم چون کلا خودش یک بحث جدا هستش که و هنوز هم این باز نشده و تازه است و قراره که اضافه بشه. اطلاعات حساب هم شما اینجا میتونید حساب کارت بانکیتون رو تعریف بکنید. حالا هر چی که هست و هر بانکی که هست اینجا مشخص میکنید و گزینه شماره کارت رو اینجا وارد میکنید و شماره حساب رو هم اینجا وارد میکنید. اینجا هم عکس رو انتخاب میکنید، عکس کارت بانکیتون رو اینجا از کارتتون عکس میگیرید و اینجا ارسال میکنید و کارتتون رو هم بررسی و افزودن حساب رو بزنید. کارتتون هم اضافه میشه برای واریز و برداشت ها. و اطلاعیات هم بچه‌ها بهتون گفتم اینجا همه قسمت ها توی اون فیلد زرد رنگی که حالا من بهتون گفتم اینجا هم میتونید کاملا ببینید که حالا تعطیلی بازار مثلا اخبار امروز هفته 11 402 بوده. این رو حالا اومدم و مثلا مشاهده رو بزنید. اینجا میگه که حالا به صورت تعطیلی در اومده و میتونید حالا با تو روزهای دیگه انجام بدید. و اینجا وبسایت دمو هم داره، میتونید از دمو هم استفاده بکنید. بچه‌ها این یک بررسی اجمالی بود که حالا با هم دیگه خواستیم نحوه کار کردن باهاش رو ببینید. حالا مثلا
معاملات در جریان رو بزنیم، معاملات من فعلا باز هست و 736,000 تومان با معامله سلی که من روی آب شده جهانی داشتم توی سود هست. اگر من این معامله رو بخوام ببندم حالا با این مقدار، این بستن رو اگر بزنم، معامله من در جا بسته میشه و این مبلغی که حالا من سود کردم به پورتفوی من اضافه میشه. خب علامت معاملات بازم فعلا این که بسته نشده. چرا دیگه بسته شده معاملات من؟ فقط خود این سایت دیلی داره، خدمتتون عرض کردم. من یه رفرش بکنم سایتو. بله، معامله که حالا باز شده بود اینجا با 529,000 دلار 529,000 تومان اینجا بسته شد و اینجا الان دیگه معاملات باز من ندارم و لفظی هم اینجا نذاشتم و توی معاملات بسته شده اینجا مشخصه. اگر من به داشبورد برگردم، اینجا هم میتونید عملکرد پورتفوتون رو ببینید. همین 529,000 تومانی که من سود کرده بودم اینجا کاملا داره مشخص است و نشون میده که برای این معامله با سود بسته شده. عرضم بزرگتون که بچه هر قسمتی اگر حالا مورد یا مسئله‌ای براتون بود، میتونید با خود من در ارتباط باشید و بهتون پیشنهاد میکنم که چند روزی اول با حساب دمو کار بکنید. الان حساب دمو هستش که من دارم خدمتتون نشون میدم برای آموزش که وبسایتم باز بود خدا رو شکر. اول به صورت دمو یه چند روزی کار بکنید، یکم خودتون رو محک بزنید و بعد از اینکه این کار انجام دادید میتونید حسابتون رو شارژ بکنید با یک واحد 2,700,000 تومان هستش قیمت هر واحد و میتونید با این مقدار سودهای خیلی خیلی خوبی رو به دست بیارید. متشکرم از همراهیتون بچه‌ها. امیدوارم که صحیح و سالم باشید و در پناه خدا باشید. همتون رو به خدا بزرگ میسپارم. متشکرم. خدا نگهدار.